امروز وظیفه داریم یاران امام، کسانی که در مسیر امام حرکت میکنند، در سیاست، در فقه، در فلسفه، در اصول، در حدیث به دنبالشون بریم. کسانی که دنبال عوام فریبی هستند، کسانی که عرفان را یه روزی با تختهی امام عرفان را داشتن و بعد یه نحوه دیگری حالا شدن اساتید عرفان، حالا شدن چنین و چنان. ما اون یاران را یادی کنیم در هر کجا، هر کسی به قدر وظیفه‌اش، هر جوری میتونیم. حضور همه پای صندوق‌های رأی این بار لازم است، لازم عقلی، این بار لازمه. شما هیچ با در اطلاعیهای بنده ندیدید که بگم لازمه. این بار میگن همه باید حضور پیدا کنیم، چون اگر همه حضور پیدا کنیم، اگر دیدیم انتخابات درست بوده و درست انجام گرفت و کسانی آمدن که این وضع موجود را تغییر دادن، کسانی آمدن کمتر مالیات به عهده مردم کاسب گذاشتن، کسانی آمدن که بنا نیست پول آب و برق گرون کنیم، از یه عده بگیریم بدیم به یه عده دیگه. من یه جمله باز از آقای مهندس موسوی نقل کنم، اون روز خدمتشون در قم گفتم، حالا یادش نیست، نمیتونه من دستگیر کنم چون من میگم خودت یاده. ایشون میفرمود من خدمت امام رسیدم برای گرانی نان، اون وقتا بحث اون نان رو گران کنم. یکی دو بار یا بار سوم امام این جمله رو فرمود: ای همه کسانی که حرف من به گوشتون میرسه بنویسید تو پاکت، بگذارید برای عمومیشتون بفرستید. حالا که رسانه عمومی دست ما نی، مصلحتی ما تو رسانه عمومی باشیم. و نوشتن کاری نداره، اول انقلاب اینجوری بود، اطلاعیه امام قاچاق بود، رادیو و تلویزیون اصلا با امام مخالف بود 100%. اصلا کافر نبودن اسم امام بگو، اما نامه ها رو نوشتن انقلابی جون نهضتی ها توی پاکه توی پست میدادن، با پست مسافر بنویسید 100 تا تکثیر کنید، 1000 تا تکثیر کنید بفرستید. اگه روزنامه حرف من رو نوشتن، اون روزنامه رو بخرید برای روستاها و همه جا رو خیال نکنید اینجاست و دارالزهرا و حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای محتشمی و خودتون. شما همه جا باید قدرت تبلیغیتون بره و راه پیدا کنید. و بار سوم این است عرفان، این است هدایت جامعه، این است انسان خود ساخته. چی فرمود؟ فرمود آقای موسوی، حالا شاید کلمه کمون زیاد بشه، جناب آقای موسوی شما چرا میخواید نان گران کنید؟ برای اینکه پولداران نان ارزان میخورن، همین حرفی که مدت ها تو این مملکت رایج، حالا که برای تبدیل ناناش مرحله عمل هم برسه، پول نان ارزان میخورن. و چرا اونا نان ارزان بخورن؟ ای جوانان، از بنده روحانی اگر زده شدی به اسلام امام، از اسلام امام زده نشد. اگر از امثال بنده بدی دیدی، بدی فکری، بدی سیاسی، بدی فقهی، به حساب امام نگذار، برو امام رو بخون، برو زندگیش رو بخون. فرمود بگذار اغنیا هم بر سر سفره فقرا مهمان باشند. صلوات نمی‌فرستید؟